اینجا سوال آمده است که بابای حاجی میرزا گوید که آیا تبریک گفتن در روز جمعه درست است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد، ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم راهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم برادران و خواهران بسیار گرامی، شما را به این روزهای بسیار سعید و بسیار روزهای نیک تبریک و تهنیت میگویم و از خداوندی که بسیار توانا و از خداوندی که بسیار بزرگ است خواهان او هستم که خداوند ما و شما را در این حیاتی که مقدر کرده است همیشه با توفیق و همیشه با یاد خودش نگه دارد و از الله مهربان خواهان او هستیم که خدای مهربان مشکلات هامان، سختی هامان از بالای سرمان دور گردانه و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند تمام گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و از الله مهربان خواهان او هستیم که برای آن روزداران که چی بشارت های زیادی داریم خداوند اهل روزداران را از این بشارت ها برخوردار گرداند و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما و شما، در این وطن بسیار عزیز ما و شما هم فیض و برکات نازل فرمایه و آفت و بلاها را خدا دور گردانه و از خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند همه دادرها و خواهرها و مادرای مهاجری که داریم خداوند در پرده رحمت و عصمتش همگانشون را نگهبان باشد. خداوند مشکلات ها را از بالای سرتان دور کنه، با کاراتون در خداوند برار و برکت دیه. برادران و خواهران عزیز، الله مهربان میفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدای مهربان میگفت اگر هر یک مسئله و مسائلی که شما در او در ماندین، شما مقصد جواب او را ندانستین، شما از دانشمندهای خود، شما از علمای خود، شما از پیشواهای خود اون سوالها را بپرسین تا که شما برای خود جواب بگیرین. انشاءالله برادران عزیز، من خدا خواهد چند سوالی که در پیش دارم برای شما سوالهاتون را جواب میگردانم تا از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بعد گوش کردن این برنامه ها و بعد گوش کردن این سخن ها خداوند باز هم توفیق های ما را، محبت های ما را و سوی دینش زیاد بگرداند. اینجا سوال آمده است که بابای حاجی میرزا گوید که آیا تبریک گفتن در روز جمعه درست است یا نه؟ زیرا بسیاری ها این را بدعت میگویند. برادران عزیز و گرامی، سوال فکر میکنم فهمیدین که بر روز جمعه یکدیگر تبریک گفتن، یعنی خواه در مسجد ملاقات میکنین، خواه در راه یکدیگر را میبینین، خواه با طریق تلفن، خواه با طریق مقصد SMS، خواه با هر یک وسیله هایی که نباشد وقتی یکدیگر را میگین که جمعه مبارک باشد، یعنی روز جمعه در که رسیدین. این عادت در این روزا مردم ما خیلی زیاد هست که میبینی که هر کس به سبشنی می نویسد که روز سعید مبارک باشد، دعا کنید که خدا این روز از ما قبول گرداند گفته با طریق همین سبشنی ها هم امروز این پیام ها می آید. آیا همین درست است یا نادرست است؟ زیرا بسیاری ها میگن بدعت است. برادران عزیز و گرامی، هر یک کاری را که اگر به شرطی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کرده باشد
ما را از اجرای او، از گفتار او. این زمان اگر وقتی ما بازم آنی که ما یک حدیث صریح، یک حدیث صحیح داریم که جمعه را تبریک گفتنش بدعت است، اگر باشد این حدیث، این حالت اگر ما دیگر حقی کسی را تبریک گفتن نداریم. ولی وقتی که ما یگان حدیث صحیح یا یگان حدیث صریح نداریم که پیامبر من کرده باشد ما را، یا حداقل از آثار صحابه پیامبر که من کرده باشند که شما یکدیگر را با روز جمعه تبریک نکنین، این وقت برادران عزیز سخن اینها بالای چشم ما بود. زیرا که چیزی را که الله مهربان میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی را که پیامبر آورد بگیرید، از هر چیزی که پیامبر نهی کرد شما باز ایستید. یعنی اگر ما را نهی میکرد ما باز میایستادیم. خدا میگه فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، در هر یک مسئله که اگر بحث و مناظره شود شما با کتاب خدا، با روش پیامبری نازنین مراجعت کنید. از این لحاظ برادرایی که ایرا اگر بدعت میگن خیلی خوب میشد همین برادری که هم سوال داده است شما دلیل ها و حجت های اونها رو می آوردین، اینجا در بسیار نیک میشید. زیرا که ما در تبریک گفتن یا کسی را مبارک گفتن نداریم یگان، اگر سخن یگان عالم هم که باشد ولی وای به دلیل و به حجت میگن، این یعنی چیزی صراحتا در کاره. مقصد پیامبر کسی را تبریک نگفت، صحابه کسی را تبریک نگفت، این دلیل نمیشود، بلکه دلیل همونی هست که وقتی پیامبر گرامی ما را از او کردار من میکنه. انا اینجا برادر عزیز، یا اگر کسی از صحابه پیامبر یکدیگر را تبریک گفتن و پیامبر مقصد اونها را من کرد، گفت که نکنین یکدیگر را تبریک، انا این حالت دا ما میگیم که بله درست روز جمعه را به یکدیگر تبریک نگیم. لیکن وقتی که این حجت نیست، وقتی که مثال میارن یک عالم از مقصد خواه پاکستان است، خواه از عربستان است، خواه از عراق است، فلانی عالم گفت، عالم برادر عزیز اینجا حجت نمیشود. حجت برای حجت یعنی یک دلیل یا یک حدیث یا حداقل یک اثر، یک رفتاری که بین دو صحابه پیامبر حتی باشد که مثال همین یک دیگرم گفته باشند و پیامبر من کرده باشد، یا صحابه پیامبر نسبت یک دیگرش من کرده باشد، برادر عزیز همراه ادرساشون بیارین. بعد مقصد این مسئله رنگش دیگر میشود. حاضر ما این خیلی حجت برادر عزیز نداریم. لیکن ببینین حدیث های پیامبر ما که از ابن عباس جناب ابن ماجه که در رقم 1098 حدیث میارد، میگه از ابن عباس میگه که این هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، یعنی همین روزی برادرای عزیز روز جمعه را پیامبر نازنین گفتن روز عید است. چرا که همین روز عید قربان، عید رمضان داریم، یکدیگر را مثال در یک سال یک بار عیدا مبارک شوه میگیم، و همین روز جمعه هم اگر بگیری با در مرتبه و در مقام این از روز جمعه و از روز مثال از عید قربان و عید رمضان در مقام و مرتبه با روز جمعه بلند است. از این لحاظ ما نمیتونیم برادر عزیز که این روز عید من هست ما بگیم که نه تبریک گفتن یعنی بدعتش که گفتیم معناش همین میشه که کسی را بگی که جمعه مبارک شوه، تو با سبب همین گفتگی تو در گمراهی میری و آدم گمراه جهنم میرود. برادرای عزیز اینم هیچ امکان ندارد من گفتم که حجت باشد، اینجا عقل گرایی نکنیم، زیرا معنای گپ شما همین است که اگر کسی را گویی که جمعه مبارک شود دوزخ میره. برای همین برای هر یک گپ زدن حجت در کار، یک حدیث پیامبر بیار، از آثار صحابه بیار، یا گفتگوی دو صحابه که دیگر تبریک گفتن پیامبر منشور کرده باشد بیارین، مرحمت قبوله. لیکن این خیل فلانی گفت فلانی عالم دلیل حجت نمیشود. برای همین برادر عزیز مبارک گفتن تبریک گفتن انشاءالله یگان باقی ندارد. تا با ما انشاءالله اگر حیات باقی باشه انشاءالله زنده باشیم، شما نویسین مثلا در همین شبکه‌ای که حاضر من برآمد کردم در همین نور تیوی، در همینجا شما نویسین همون حجتایی که برای بدعت بودنش
بیارین حجت ها را، من میبینم انشالله با در همینجا جوابش برای شما میگردونم که من مقصد یا خطا کردم. اگر من خطا کرده باشم من اعلان میکنم من خطا کردم، لیکن اگر به شرطی که حجت نآوردین من میگم که این یگان باکی ندارد.